محاکمه عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک را موقتا بازداشته‌اند. حسابات وزارت صنعت از نتیجه های رشد صنعت سبک برای رئیس جمهور. در تاجیکستان دوام 8 سال آینده مقدار اهالی در سن کارشایمی به 6 میلیون و 800 هزار نفر می رسد. در دوشنبه مسئله تامین حقوق زنان در تجارت و رسانه ها بررسی شد. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی محاکمه روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده را موقتا بازداشته است. دادرسی پرونده از دادستانی کلی تاجیکستان خواسته که شکایت او را درباره شکنجه شدنش در اداره امور داخلی شهر وحدت بسنجد. پیر محمدزاده ماه اکتبر امسال در نامه شکایت کرد که زیر تهدید و تحقیر، عذاب و عقوبت و اذیت کامل گناه را به دوش گرفته است. رادیوی آزادی با استناد به منبعش در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه می نویسد سنجش در میانه های هفته گذشته شروع شد. به قول این منبع عبدالستار پیر محمدزاده در جریان مرافعه چند دفعه شکنجه شدنش را از طرف ماموران میلیسه شهر وحدت دلیل آورده است. پیر محمدزاده در یک نامه‌اش از بازداشتگاه ماه اکتبر امسال گفته بود که به مستقلی دادگاه ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است حکمش پیش از بازداشت در دالان های حکومتی صادر شده است. در مجلس نوبتی حکومت تاجیکستان برنامه رشد صنعت سبک در کشور و یک قطار مسائل مهم روزمره بررسی شد. در مجلس حکومت در حسابات معاون یکم وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان گفته شده است که در دایره هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت مملکت عملی شده برای تامین رشد اقتصادی مملکت از حساب رشد صنعت سبک مهم می باشد. در این جلسه تاکید شده است که حجم استحصال محصولات صنعت سبک در دوره عملی شوی برنامه سال به سال تمایلی افزایش داشته از 2 میلیارد و 700 میلیون سومانی سال 2018 در سال 2021 به 4 میلیارد و 100 میلیون سومانی رسانیده شد که سرعت افزایش نسبت به سال 2018 1.5 مرتبه زیاد گردیده است. اما با ارائه این حساب معاون وزیر صنعت سطح تورم از سال 2018 تا به سال 2021 را به اینابت نگرفته است. پس شوی قرب سامانی در برابر اسعار خارجی خصوصا دلار و یورو را اگر به نظر گیریم رشد نه 1.5 برابر بلکه کمتر از آن می شود. اگر فریب معمولی در سیاست تاجیکستان زیاده نویسی را به اینابت گیریم رشد آن طرف استاد ایستادگی کارخانه های استحصال صنعت سبک در برابر بحران اقتصادی جهانی به حساب منفی نرفتن خود پیشروی بزرگ است. گفتنی است گزارش از رشد صنعت سبک در تاجیکستان در حالی است که صدها کارخانه ها در دوام 4 سال اخیر از فعالیت ماندند. زیاده از 75% اشیای خام تاجیکستان بدون کار کرد به خارج از کشور صادر می شود. مقامات تاجیکستان می گویند که تأمین شغلی پرمحصول به زیاد شوی استعمال، پسنداز و مبلغ گذاری ها مساعدت می کند. مقدار اهالی در سن کارشایمی در سال 2030 به 6 میلیون و 800 هزار نفر می رسد. در این باره معاون یکم مدیر در امور مسئله های علمی مؤسسه دولتی پژوهشگاه مهنت مهاجرت و شغل اهالی سنگینزاده امین نومان اظهار داشته است. به گفته وی مقدار عمومی آدمان مشغول کار در سال 2030 46.7% اهالی کارشایم را تشکیل می دهد. سنگینزاده امین نومان تاکید کرده است که تامین شغل پرمحصول به زیاد شوی استعمال، پسنداز و مبلغ گذاری ها مساعدت می کند. این مسئله اخیراً در جلسه جنبسته سالانه شورای علمی مؤسسه دولتی پژوهشگاه مهنت مهاجرت و شغل اهالی بررسی شده است. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در این جلسه رفت اجرای حسابات علمی تحقیقاتی فرمایشی در موضوع اساسهای اجتماعی مهنتی تأمین شغل پرمحصول در تاجیکستان بررسی شده است. یادآور می‌شویم که بر اساس گزارش بانک اوراسیایی رشد از روی سرعت افزایش اهالی در منطقه‌های آسیای مرکزی تاجیکستان پیش‌صف می‌باشد. اهالی کشور طی 20 سال اخیر حدود 60% افزایش یافته است.
شماری تاجیکستانی ها در 20 سال قبل 6.2 میلیون نفر و فعلا حدود 10 میلیون نفر ارزیابی شده است. دیروز 29 نوامبر در شهر دوشنبه میزی مدور برگزار گردید که در آن روزنامه ملی صاحبکاری زنان و نقشه ترغیباتی شبکه تشکیلات‌های تاجیکستان عاید به تحکیم اقتصادی زنان و کاهش زورآوری گندری پیشنهاد کرده شدند. حاضرین فخوری تجربه خود را در سمت پیشبردی حقوق دختران در صاحبکاری و وسایط اخبار عامه مبادله کردند. مانعه‌ها و قالب‌های موجوده در رشد زنان را بررسی نموده، مکانیزم‌های دستگیری متقابله، گذراندن معرکه‌های اطلاعاتی مشترک را نیز مورد بررسی قرار دادند. طوری از خبرهای در این باره رسانه‌ای شده برمی‌آید هدف این برنامه تأسیس و دستگیری اتحادیه‌های ملی و منطقوی سازمان‌های زنان با مقصد توانمندسازی زنان در آسیای مرکزی، کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان برای اشتراک در فعالیت‌های اقتصادی بوده است.